در حالی که تهدیدها از افغانستان بیشتر می شوند، تصمیم روسیه برای از دیویزیا به بریگاده تبدیل دادن پایگاه 201 که در نتیجه آن شمار سربازانش حداقل 1.5 مرتبه کم می شوند، مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. ماه گذشته ولادیمیر زارودنیتسکی فرمانده قشون‌های اکروگ حربی مرکزی روسیه گفته بود که پایگاه 201 از دیویزیا به بریگاده تبدیل داده خواهد شد. یک از کارشناسان حربی این بیانیه را چنین شرح داده بود که شمار سربازان بریگاده نمیتواند از 4000 بیشتر باشد. پس روسیه شمار سربازانش در تاجیکستان را حداقل از 7500 به 5000 پایان خواهد برد. ماه نوامبر سال گذشته پاک 149 پایگاه روسیه از مقرش در کولاب که همگی 40 کیلومتر دورتر از سرحد افغانستان واقع بود و پایگاه لاهور نزدیکی دوشنبه کوچانیده شد. آن زمان مقامات روس گفته بودند این جایگزینی با تاجیکستان هماهنگ شده است و به شمار سربازان و تکنیکای حربی روسیه در تاجیکستان تأثیر نخواهد داشت. یکی از سوالهای اصلی آن باشد که روسیه امروز متوجه خاور میانه شده است. دویم مشکل با اوکراین دارد. سوم تهدیدهای از اروپا میشوند، بخصوص مثلا از کشورهای غربی بلتیک هم با روسیه خطرهای میرسند. یعنی که روسیه بخواهد که بیشتر با اون نقطه های توجه کند که متوجه آن است. مثلا وارد شدنش به بحران سوریه این خود از روسیه طلب میکند که بخشی از نیروهای نظامی خود را به خاور میانه انتقال دهد. از سوی دیگر تا حال مشکل میان اوکراین و روسیه راه حل خودش را پیدا نکرده است، بلکه باز هم وضعیت میتواند در آینده نزدیک تیزتر شود. از سوی دیگر پیمان اتلانتیک شمالی همانا تهدید گسترش به سمت قلمرو دارد که روسیه آن را قلمرو منشأهای خود می‌داند. این رو گمان میکنم که با همه این سمت‌ها روانه کرد، به خاطر به همین سمت‌ها روانه کردن نیروهایش میخواهد که از تاجیکستان از بعضی قسمت‌های دیگر از این نیروهای خودش اختصاص دهد و گمان میکنم که روسیه برای تحلیل‌های زیاد به نتیجه رسید که خوف و خطر به تاجیکستان از خودش چندان زیاد نیست. من گمان میکنم که خدمات جاسوسی روسیه به این نتیجه رسید، تحلیل‌های روسیه به این نتیجه رسید که اون خوف و خطرهایی که از افغانستان میرسد چندان برای تاجیکستان جدی نیستند. اگر جدی بشدن خوف زیادتر نداشتن روسیه هیچ حق نکرد که نیروهایش کاهش دهد. در همین حال یک از نشریه‌های روسی با تکیه به منابعش در وزارت دفاع این کشور خبر داده است که سربازان روسیه به زودی از شهر قرغان تپه هم کوچ خواهند بست. کارشناسان مسائل آسیای مرکزی ارکادی دوبنوف هدف این تصمیم روسیه را فشار آوردن به مقامات تاجیکستان برای وارد کردنش به اتحاد اقتصادی اوراسیا نامیده است. او گفته است امکان وارد شدن اسلامخواها از افغانستان چندان بزرگ نیست، چون آنجا اساساً طالبان مقام دارند. این را هم در مسکو و هم در دوشنبه میفهمند. بنابراین اینجا بازی با عصب‌ها جریان دارد که عصبی کی بیشتر تسلیم خواهد شد. اما کارشناس مسائل امنیتی باباجان شفیع به این گفته راضی نیست. از اینکه جانبداری نمیکنم چرا که مثلا تاجیکستان هنوز موقعش را مشخص نکرده. مثلا نگفته است که ما وارد اتحاد جمهوری میشویم یا نمیشویم، موقعش تا مشخص است و روسیه حال مثلا تصمیم نداره یا از تاجیکستان دلخواه شده باشد که این به اتحاد جمهوری همراه نمیشود. مثلا مسئله همراه شدن نشدن تاجیکستان به اتحاد جمهوری وارد جدا موردی بررسی قرار نگرفته است. با رهبریت دو کشور این مسئله جدا موردی بحث نداره است. تا جایی که ما می‌بینیم بحث‌هایی که در رسانه‌ها از رسانه‌ها خوندیم این موضوع میان سروران این کشور هرچند که مثلا گفتگو شد ولی موردی گفتگوی جدی که یا نبوده یا داخل میشوی یا که نمیشوی این گرگاه نوایی که تاجیکستان هم تا حاضر پاسخ نداره که ما این اتحاد همراه نمیشویم. وقتی دست که ما این پیشنهاد رو میآموزیم یعنی حکومت تاجیکستان در سالگی مختار است که پاسخی رد داره بشه که بسیار از این دیسات شده بشه.